آقا بفرمایید. زمان حمامم زیاده. خب از این بگذریم دیگه. آخه خانم هی رد میشه، هی میزنه دیگه بیا بیرون دیگه، بس دیگه بیا بیرون دیگه. چی کار میکنین؟ استخرم میرم همینجوره، یعنی یکی باید بیاره منو بیرون. کلا از آب خوشم میاد. عاشق آبی؟ عاشق آبم، یعنی مشکلی نیست. یعنی مثلا وان روشن باشه، مثلا وان آب داشته باشه دیگه همون داخل. چقدر طول میکشه؟ شاید 1 ساعت. 1 ساعت بیشتر؟ بعد ازدواج به 1 ساعت رسیده. میکروفونو بدید بالا بگید. بعد ازدواج رسیده به 1 ساعت. آخه خونه پدرشون حمام بزرگتر بود و امکاناتش بیشتر بود، بیشتر میمونن، یعنی تو دوره عقد و اینا خیلی طولانی تر بود. هرچی بزرگتر باشه بیشتر. خونه‌مون کوچیک شده، بعد دیگه بهشون لذت نمیده. سرویس هم با همه دیگه مجبور رعایت کنه مثلا. میخورین به سرویس. خب بله. چه عجیب. خب میدونی توی 1 ساعت، حالا قبل از ازدواج 2 ساعت حمام چه مقدار آب مصرف میشه؟ نه آب مصرف نمی کنم تقریبا. من سوال دیگه ای ندارم، اگر کسی سوال داره. خب میتونم یه خاطرم از آب براتون تعریف کنم؟ نه